زنگ زدن میرم تو هم بکشونش تو ماشین باشه. بدبخت من زیر و بم زندگیمو نشونت دادم، آوردمت سر سفره، من و تو داداشیم. از یه خونی آخه به زن داداش خودت، به ناموس خودت چش داری؟ به خودی میزنی؟ داداش به خدا منظوری نداشته. ببین تا 5 دقیقه دیگه وسایل تو جمع میکنی میری خونه تا بیام تکلیف تو روشن بکنم. داداش دیگه به من نگو داداش. الیا این کراواتی کیه زیر تختم؟ عزیزم مال خودت دیگه، سوال کردن داره. من که کراوات این رنگی نداشتم. کیو داری خر میکنی؟ عزیزم میفهمی داری چی میگی؟ داری تهمت میزنی ها. من کلا 24 ساعت توی خونه نبودم. از صبح که اومدم خونه بوی یه عطریو میده که مال من نیست. عطر منه دیگه عزیزم. از کی تا حالا باکارات روژ مردونه میزنی؟ دیروز کجا بودی؟ بیرون بودم دیگه دنبال کار شرکت. پس چرا سرایدار میگه با یه غریبه اومدی تو خونه من؟ هر کی هرچی میگه که تو نباید باور کنی. پس الان معلوم میشه. الو آقای حکیمی لطف میکنید فایل فیلم‌های دیروز ساختمون رو وایستا. ببین اون روز من تو بحث کرده بودیم، بعد سر لجبازی اتفاق خاصی هم نیفتاد، فقط لج کرده بودم. راستی اینو یادم رفت بهت بگم، این کراوات مورد علاقه من. فقط خواستم امتحانت کنم که تو قلوب زدی بیرون. اصلا فیلمی در کار نبود. ببخشید. بخشیدمت. تعهدمون که کتمی نبوده، قلبی بوده. الانم گم شاخونم بیرون.
بیا. این کراواتی کیه زیر تختم؟ سلام. لطفاً 2 تا برگر، 2 تا هم سالاد، 2 تا هم آب بزنید. اینا رو بیخیال. من الان بار 6م میام اینجا. چرا تو یه کلمه هم حرف نمیزنی؟ نکنی خجالت میکشی؟ به خدا من رژیمم. اینا رو هر روز الکی میام سفارش بدم که فقط تو رو ببینم. یه چیزی بگو ببینم چندم با خودم. انگار نمیخوای حرف بزنی نه؟ باشه. این شماره منه. هر موقع دوست داشتی میتونی بهم زنگ بزنی. نکنه لالی نمیخوای حرف بزنی؟ پس نمیتونیم با هم باشیم. حرف که نمیتونی بزنی ولی اسمس که میتونی بدی. منتظرتم. سلام. لطفاً 2 تا برگر، 2 تا هم سالاد، 2 تا هم آب بزنید. سلام آبجی گلم. رفتم از محمد آقا میوه بگیرم، دیدم میوه هاش تازه، گفتم واسطام بگیر. در ما نمی‌کنی بیام تو؟ خداش قربونت شم. ما یخچالمون پر میوه است. دستت درد نکنه. الان من برم همون شرایط مناسبی ندارم. ان شاءالله شب بیاد. یعنی چی؟ ببینم صورت تو. چیزی نیست. یعنی چی چیزی نیست؟ تو ببینم واکن باز این بی همه چیز دست رود بلند کرده. کجاست؟ به خدا خونه نیست. ولش کن. مگه من بهت نگفتم اگه دست رود بلند کرد بهم بگو بیام حسابشو بذارم کف دستش؟ داداش به خدا علی دوستم داره. من اذیتش کردم ناخواسته منو زدش داداش. بس دیگه. یه جور رفتار میکنی انگار بی کس و کاری. دوست داشتن اینه اینجوری باز زیر چشتو کبود کنه؟ چرا